من نوید برزانیان در کنار برادرم امید اینتریور دیزاینر و معمار. از بچگی توی خانواده‌ای بزرگ شدیم که هنرمند بودن و خیلی با هنر سر کله می‌زدیم از بچگی. مهمترین مسئله امروز به نظر من توی هر شاخه‌ای، توی هر مسیری، اول از همه علاقه است. من و نوید همیشه معیارمون برای کار در واقع فقط مسئله حرفه‌ای بودن مطرح بود. چون آدمای هنرمند که رشته‌های کاری مختلفی دارند و خوب میشناسیم پیداشون میکنیم و اونام خیلی خوب کارشون رو انجام میدن، یعنی خیلی خوب میتونن تصورات ما رو به واقعیت تبدیل کنن. یعنی اصلا زندگی امروز و جامعه امروز دنبال نوآوریه. انگشت شمارن آدمایی که تو تخصص خودشون خلاقن، دنبال خلاقیت و نوآوری باشه. یعنی ما خودمون اصلا نگرشمون عوض شد توی این چند سال تهران ولی خب خط فکری من و نوید شاید یه کمی برای فضای اصفهان محدود بود.